سلام، مستر فودم و امروز براتون دمنوش سلامت درست میکنم. یک عدد لیمو ترش تازه و پرتقال رو با تیکه های خیلی ریز خورد میکنیم. مرکبات سرشار از ویتامین C هستن و به دفاع طبیعی بدن کمک میکنن. پوست پرتقال طعم بهتری به این دمنوش میده. به اندازه یه قاشق غذاخوری زنجبیل تازه رو خورد میکنیم. زنجبیل گلوی خراشیدتون بعد از سرفه آروم میکنه. یه قاشق چایخوری زردچوبه خاصیت ضد التهابی داره و یک دوم پیمانم عسل طبیعی. عسل باعث میشه که سرفه‌هاتون کمتر بشه و خواب راحتی رو براتون فراهم میکنه. داخل یه ظرف دردار میریزیم. 2 قاشق غذاخوری داخل یک لیوان، روش آب جوش. 2 دقیقه بعد دمنوش ما آماده است و به به. این دمنوش خوشمزه رو روزی 2 بار میتونید میل کنید.